در شهر اسفر نتیجه‌های فعالیت در سمت تطبیق سیاست دولتی جوانان را تحلیل، راه‌های حل مشکلات اجتماعی آنها را بررسی و وظیفه‌های من بعد را معین کردند. مورد به ذکر است که الان با مقصد بلند برداشتن ثمرناکی سیاست دولتی جوانان، اینچنین فراهم آوردن شرایط اجتماعی و اقتصادی، حقوقی و تشکیلی برای رشد اجتماعی جوانان، فراهم آوردن شرایط مساعد جهت تربیت جوانان در روحیه وطن دوستی، معرفت‌ناکی، خودآگاهی و خودشناسی، انسان دوستی، افتخار و ارجگذاری به ارزش‌های ملی، برنامه رشد اجتماعی جوانان در شهر اسفر برای سالهای 2019-2021 و برنامه تربیت وطن دوستی و تحکیم هویت ملی جوانان شهر اسفر برای سالهای 2019-2022 مورد عملی گشت قرار دارند. در سال 2020 سهم جوانان در تشکیل و برگزاری معرکه‌های مهم سیاسی، چاره‌بینی‌های ترغیباتی و تشویقاتی، اطلاعاتی و معرفتی، تربیوی و اخلاقی در سمت بالابری احساس خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی و وطن پروری، تأمین اجرای نقشه دعوت به صف قوه‌های مسلح، پیشه کردن طرز حیات سالم، ورزش و تربیت جسمانی، جلوگیری از گرویدن جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی و پیشگیری از سرایت‌یابی از بیماری‌های سرایتی از جمله کووید 19 نظررس بود. در ردیف دستاوردهای جوانان اسفر در آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است در نامیناسی خواندن و ازیاد کردن آثار ادبیات جهان در گروه تربیت گیرندگان و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی و میانه عمومی به گرفتن مقام افتخاری سیوم مشرف گردیدن مراد جان بایسری زاده در مسابقات جمهوریوی لیگ فوتبال کودکان و نورسان فدراسیون فوتبال تاجیکستان به دریافت مقام اول شرفیاب گردیدن دسته فوتبال نورسان کیمیای جمعیت سهامی کارخانه کیمیاوی شهر و بر اساس نتیجه گیری نظرخواهی اساسیاسیون ژورنالیستان رشته ورزش تاجیکستان به دهگانه ورزشکاران بهترین سال مملکت راه یافتن حکمت الله واحدов و محمد اکرامов را میتوان به طور خاص تذکر داد. در رفت جلسه همزمان با دستاوردها، کمبودی و ناقصی‌های موجوده گوشزد کرده شده برای حل مسائل مشکلات جای داشته و تأمین ثمرناکی فعالیت در سمت تطبیق سیاست دولتی جوانان در نزد اعضای شورای محلی کار با جوانان، ساختار و مقامات دخلدار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و جماعت‌های شهرک و دیهات وظیفه‌های مشخص گذاشته شدند. در انجام جوانان فعال و لیاقتمند، غالبان آزمون‌ها و ورزشکاران نصرتیار در وضع با تنتنه، با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر قدر شناسی گردیده به 25 نفر محصلین بهترین استیپندیه‌های رئیس شهر سپرده شد.